سلام و شب بخیر به همراهان عزیزم در کانال شهر قصه. هر قصه‌ای جایی میان خواب و خاطره آغاز میشه، همون جایی که دل هنوز به امیدی نادیده میتپه. امیدوارم قصه امشب رو دوست داشته باشین. باد ملایم عصرگاهی از لابلای شاخه‌های پرشکوفه نارنج عطر بهار را میپراکند. باغ در سکوتی شیرین فرو رفته بود و تنها صدای دوردست آواز مرغان بهاری بود که با لحن دلنشینی در فضا طنین میانداخت. گلناز کنار حوض سنگی نشسته بود و انگشتان باریکش را در آب سرد و زلال میگرداند. باغ پدر بزرگ که پشت دیوارهای بلند و آجوریش از چشم اهالی محل پنهان مانده بود، همیشه برای گلنار پناهی بود از غوغای دنیا. صدای زنگ شترها از دور می آمد. کاروانی دیگر داشت از دروازه قرآن وارد شهر می شد. شیراز با آن کوچه باغهای مرموز همیشه چیزی برای زمزمه کردن داشت. گلنار دختری بود با چشمانی درخشان، موهای مشکی و بلند که در نور عصر همچون شبهای تابستان برق می زدند. مادرش می گفت این موها را باید پشت حجله کسی ببافی که لیاقت صبوری تا داشته باشه، اما هنوز کسی نیامده بود که دل گلنار را بلرزاند. تا وقتی که سروش وارد باغ شد. سروش شاگرد جوان عمویش بود، اهل اصفهان. آمده بود تا از حکمت و شعر نزد عموی گلنار استاد محتشم چیزی بیاموزد. اولین دیدارشان میان نارنجها بود. گلنار داشت گلهای تازه افتاده را از کنار حوض جمع می کرد و سروش آرام از پشت دیوار آمد، بی صدا، با کتابی در دست. خانم جان، مزاحم نشوم؟ نه، اما اینجا همیشه خلوت است. چشمانشان تلاقی کرد و انگار لحظه‌ای باغ هم نفسش را در سینه حبس کرد. از آن روز به بعد سروش هر غروب وقتی آفتاب می‌خواست بر دیوارهای باغ بخوابد، بهانه‌ای می‌آورد برای ماندن. گلنار هم کم کم فهمید که دلش دیگر فقط برای شکوفه‌های نارنج نمی‌تپد، اما همه چیز به این سادگی نماند. مادر گلنار، بانوی سختگیر و متعصب، وقتی نگاه‌های دخترش را دید دلش لرزید. پدر گلنار هم که مردی بازرگان و محتاط بود، شنیده بود که سروش از خانواده‌ای آمده که در گذشته نچندان دور لکه‌ای در شرافتشان افتاده. نامزدی تو با پسر عمویت بسته شده گلنار. از بچگی این قرار بوده. آبرومون را توی محله نمیبریم. پدرش این حرفا را به گلنار زد و رفت. گلنار آن شب تا سپیده دم کنار درخت نارنج نشست. اشک ریزان به ماه خیره ماند و دست به دامن حافظ شد. صبح روز بعد نامه‌ای از سروش رسید، پیچیده در برگ نارنجی که هنوز عطرش مانده بود. نوشته بود اگر مرا نخواهی میروم، اما اگر دلت اندکی با من است، فردا غروب پشت دیوار باغ من آنجایم. گلنار آن شب صدای قلبش را شنید. غروب آرام آرام روی دیوارهای قدیمی باغ می نشست. هوا بوی خاک تازه آبیاری شده می داد. گلنار با چادری روشن و نخی از میان راهروهای سنگفرش شده باغ گذشت. صدای ضربان قلبش بلندتر از صدای پای گربه‌ای بود که از دیوار بالا می رفت. سروش همانجا بود، تکیه داده بود به دیوار بیرونی باغ. سایه‌اش در میان نور نارنجی غروب افتاده بود روی زمین. انگار سالهاست آنجا ایستاده در انتظار دختری از سرزمین رؤیاها. وقتی چشم در چشم شدند، سکوت از هر واژه‌ای پرمعناتر بود. سروش آرام گفت آمدی؟ آمدم تا بپرسم چطور باید از پدرم اجازه بگیری؟ لبخند تلخی روی لب سروش نشست. اجازه‌ای که پیشاپیش نداده اند. سپس به دیوار خیره شد.
به شاخه نارنجی که از لابلای آجرهای قدیمی بیرون زده بود. بعضی عشقها گلهای ممنوعند، باید از دیوار گذشت. آن شب تا ماه از نیمه گذشت در کنار هم ایستادند، حرف نزدند، فقط نگاه کردند. قولی رد و بدل نشد، اما قلبها عهد بستند. اما این عهد طولی نکشید که برباد رفت. 2 روز بعد پسر عموی گلنار، ارسلان، ناگهان از سفر بازرگانی برگشت. مردی با چهره‌ای جذاب ولی خلقی تند که از کودکی در خیال خود گلنار را همسر آینده‌اش می‌دانست. وقتی شنید که دختری که قرار بود نامش را بگیرد دل به شاگردی غریب بسته، خشمگین شد. شب هنگام در جمع خانوادگی با طعنه گفت: این باغ زیباست، ولی گویا غریبه ای آمده که بوی نارنج را دزدیده. گلنار سر به زیر انداخت. پدرش تیره نگاهش کرد. مادرش لب را گاز گرفت. فردای آن شب پدر گلنار به سروش گفت: پسر، شیراز جای قصه نیست. اگر می‌خواهی شعر بگویی برو به دیاری که حرف دلت را بفهمند. اینجا دختر من نامزد دارد. سروش ساکت ماند، مثل همیشه که درد را با لبخند می‌پوشاند. اما پیش از رفتن نامه دیگر نوشت: گلنار، دیوارها بلند شدند، نه از آجر، از سوء ظن و رسم کهن من میروم. اما باغ نارنج هرگاه شکوفه داد، یادت باشد که من در هر عطرش تو را خواهم خواند. سروش. گلنار این نامه را شبانه خواند و گریست، اما هنوز نمیدانست که دلش از زخم ارسلان در امان نخواهد ماند، زیرا ارسلان نه تنها رقیب که خائن بود. صبحی زیبا در باغ آغاز شد. بوی بهار نارنج در هوا پیچیده بود و آفتاب ملایم از پشت پنجره‌های مشبک خانه سایه‌های زیبا بر فرش‌های دستباف می‌انداخت. اما دل گلنار به قدر همین نور آرام نبود. ارسلان از همان شب نخست بازگشت هر روز بیشتر سعی می‌کرد در دل خانواده جا بگیرد. با لبخندهای مصنوعی، هدیه‌های گران قیمت و قول بازسازی خانه‌های قدیمی. اما در نگاهش چیزی سرد و تاریک پنهان بود. یک روز گلنار اتفاقی نامه‌ای را دید. نامه‌ای از دختری در اصفهان که با خطی زیبا نوشته بود: ارسلان جان، دلم تنگ شده. مگر نگفتی پس از معامله شیراز با هم به تهران می رویم؟ این ازدواج با دخترعمویت چه بود دیگر؟ مگر نگفتی برای دل پدرت است؟ گلنار نامه را خواند، آن را بویید، لرزید و آهسته در گلدان خشک شده ای پنهان کرد. دلش نمیخواست باور کند، اما خیانت بوی خاصی دارد، تلختر از نارنج نارس. شب هنگام زیر درختی که شاخه‌اش از دیوار باغ بیرون زده بود نشست. شاخه را بوسید و آرام زمزمه کرد: کاش دیوارها را می شکستیم. کاش. در همان لحظه پیرمردی که در باغ کار می کرد نزدیک آمد. او که سالها در این خانه خاک خورده بود آهی کشید و گفت: دخترم، عاشقی پشت دیوار درد دارد، اما زنی که چشمش باز شود از دیوار نمی ترسد. گلنار تا صبح نخوابید. فردا با صدایی لرزان پدرش را صدا زد: بابا، من این ازدواج را نمی خواهم. پدر با تعجب گفت: چه می گویی؟ همه چیز آماده است. لباس، مهمانها، همه چیز مهیا شده. گلنار آرام پاسخ داد: بله، همه آمادند جز دل من. سکوت در اتاق پیچید. ساعتی بعد صدای فریاد ارسلان در حیاط آمد. او تهدید کرد، قسم خورد، اما فایده نداشت. برای اولین بار گلنار نگاهش را به چشمان او دوخت و گفت: تو حتی به نامه‌هایت وفادار نبودی، چه برسد به دل یک زن. ارسلان شکست خورده و خشمگین خانه را ترک کرد. اما قصه گلنار تمام نشده بود. او در شهری که زنها کمتر راه دل خود را می رفتند دیواری شکست. حالا باید تصمیمی دیگر بگیرد، بماند یا به دنبال سروش برود. چند روز گذشت. خانه ساکت بود. انگار نبودن ارسلان هوای باغ را پاک کرده بود. اما دل گلنار بیقرار از آن شب زیر نور ماه سروش را دیگر ندیده بود.
شبی از شبها پیرمرد باغبان بسته کوچک به گلنار داد. در آن نشان کوچکی از چوب و نقره بود، همان سنجاقی که سروش همیشه به عبا میزد. پسرک قبل از رفتن این را برایت گذاشت با یک آدرس. گلنار قلبش لرزید. در آن لحظه هیچ چیز مهمتر از این نبود که بداند آیا هنوز وقت هست برای گفتن حرفی که مدتها در دلش مانده بود. صبح روز بعد با دلی که میان ترس و امید میتپید به همان آدرس رفت. حجره کوچک در نزدیکی بازار وکیل. سروش پشت میزی چوبی سرگرم نوشتن چیزی بود. چهرهش آرام و بیخبر. وقتی سر بلند کرد نگاهشان مثل دو قطره باران در هوای اردیبهشت در هم افتاد. سکوت. فقط صدای باد بود که از لای پنجره چوبی گذر می کرد و بوی شکوفه های بهار نارنج را با خود می آورد. گلنار گفت آمدم بگویم که دیوار شکست و اگر هنوز دلی مانده برای من ایستاده ام همینجا. سروش آهی کشید و آرامی بلند شد. دست گلنار را گرفت. همانطور ساده، همانطور شاعرانه. دیوار شکست، اما من هر شب در خیال درخت نارنجی را می دیدم که شاخش از دیوار بیرون زده. امید را از همان شکوفه گرفتم. در آن حجره ساده هیچ نیازی به حرفهای بلند نبود. عشق با آرامی تنفس می کرد، مثل باغی که باران خورده باشد، مثل نوری که از میان پرده نازک بر صورت معشوق بتابد. ماه بعد در خانه کوچک در دل شیراز عروسی ساده برگزار شد. نه طلا، نه تالار، نه مهمانی پرشکوه، فقط گلدانی از شکوفه های بهار نارنج و دعای پیرمردی که دیوارها را دیده بود و دلها را شناخته بود. و هر وقت رهگذری از کوچه عبور می کرد بوی بهار نارنج را که حس می کرد شاید قصه‌ای به یادش می آمد، قصه‌ای از عشق پشت دیوارهای باغ نارنج.